درود بر شما. میدونم خیلیاتون گوشی سامسونگ دارید و از دوربینش راضی نیستید یا اینکه اصلا تنظیماتش رو نمیدونید و نمیدونید رو چه حالتی باید بذارید که عکس و فیلم خفن‌تری ضبط و ثبت بکنید. من توی این ویدیو میخوام مو به مو از تنظیمات فیلم برداری و عکس برداری بهتون توضیح بدم و بهتون بگم رو کدوم حالت باید بذارید تا بتونید به بهترین شکل عکس برداری و فیلم برداری بکنید. من علیم. توی کانال علی تریک کلی از این آموزش‌ها هست. توصیه میکنم کانال رو سابسکرایب کنید و زنگولش رو بذارید تا از پست‌های آموزشی بعدی جا نمونی. بدون معطلی بزن بریم. خب وارد دوربین که شدید، اینجا یه دونه چرخدنده تنظیماته، بزنید یه همچین صفحه میاد. من زبانش رو فارسی گذاشتم که همه بتونید به راحتی ازش استفاده کنید. تیک اول اسکن اسناد و متن، سعی کنید اینو فعال بکنید، خیلی کارآمده. دومی هم فعال بکنید. سومی احتیاجی نیست. بهینه‌سازی هوشمند، این بهینه‌سازی رو بزنید، یه همچین صفحه میاد. این بخش خیلی مهمه بچه‌ها. دیدید عکس میگیرید بعد چند ثانیه ادیت میکنه خودش و عکس رو تحویلتون میده؟ این واسه همونه. اگه میخواید ادیت نکنه و همون عکس خام خودتون باشه، باید این تیک رو بذارید روی حداقل که این خودش خاموش بشه. و حالا متوسط هم میتونید بذارید، ولی از نظر من اگه نمیخواید ادیت بشه بذارید روی حداقله. اگر میخواید ادیت بشه و رنگ و کنتراست و ایناش بره بالاتر بذارید رو حد اکثر. این تیکم فعال بکنید. خب یکم که میایم پایینتر، گزینه‌های پیشرفته عکس، اینو بزنید. عکس‌های با کیفیت بالا، این تیکش رو فعال بکنید. برای شما احتمالا خاموشه. دوباره یه بک میزنیم، میایم پایینتر. اینجا نوشته FPS خودکار، اینو باید روشن بکنیم، بذاریم روی 30 فریم و 60 فریم خودش سویچ بکنه به بهترین شکل فوکوس رو. یک کم دیگه میایم پایینتر، گزینه‌های پیشرفته ویدیو و این گزینه رو تیکش رو میذاریم رو کیفیت بالا. ویدیو با نرخ بیت بالا هم فعال بکنید. ویدیو HD R10 پلاس رو هم فعال بکنید. زوم میکروفون هم فعال بکنید. آخری احتیاجی نیست. خب یکم که میایم پایینتر، ردیابی فوکوس خودکار رو روشن بکنید بچه‌ها. خطوط شطرنجی رو روشن بکنید که وقتی توی دوربین میاید همچین کادری به شما بده و توی عکس برداری به شما کمک میکنه و حرفه‌ای‌تر میتونید ثبت بکنید. و دوباره برگردیم سر جای اولمون. روش های عکس گرفتن رو میزنیم. اینجا مثلا میتونید حالا با همون کلمات شوت و اینا عکس برداری کنید. این حالا هیچ چیز خاصی توش نیست. میایم بیرون و دیگه چی میمونه؟ تنظیماتی که باید نگه داشته شود. اینجا مهمه، سعی بکنید وضوح بالای عکس رو فعال بکنید، فیلترها رو اضافه بکنید، میتونید ازشون استفاده خوبی بکنید. زوم پورتره رو فعال بکنید و این گزینه هم فعال بکنید. تمام. الان گوشی شما تنظیماتش اوکیه و میتونید به بهترین شکل استفاده بکنید. نکته‌ای هم بهتون بگم بچه‌ها، کلا عکس برداری و فیلم برداری کردن با گوشی‌های سری اس سامسونگ یکم قلق‌گیری و یادگیری میخواد. حالا این تنظیماتی که به شما دادم تا یه حدودی به شما کمک میکنه، ولی باید اون قلق عکس برداری فیلم برداریش رو یاد بگیرید تا بتونید خیلی تصاویر خوبی ثبت بکنید که من چند تا ویدیوشو ساختم و باز هم خواهم ساخت. توصیه میکنم که کانال رو سابسکرایب داشته باشید که ازشون جا نمونید و اگر هم براتون مفید بود این پست و به شما کمک کرد خوشحال میشم. ویدیو رو لایک کنید و با رفیقاتون به اشتراک بذارید. خیلی مخلصیم.